بسم الله الرحمن الرحیم. از عنوان اولی امروز ما خصایص یا ویژگی های عقیده در قرآن و سنت. منظور از خصایص و یا ویژگی های عقیده در قرآن و سنتی است که هر کتابی که یا هر عقیده که وقت تدریس میشه او یک خصوصیت خاص خود داره، ولی وقت ما و شما از خصایص عقیده در قرآن و سنت صحبت میکنیم، این هم خاصیت های خاص خود داره یا ویژگی های خاص خود داره که اگر آدم این خصایص بفهمه باز میتونه تو به شکل علمی مقایسه بکنه که فعلا اعتقاداتی که مروجه است کدامش خوبتر است و دقیق تر است. بر انسان یک ملکه پیدا میشه، باز آدم راگم نمی باشه. چرا حال بسیار مشکل اکثریت مردم دمی است که اونا فکر میکنن که والله همیشه سوالا همین قسم مطرح میشه که به خدا ما ایران ماندیم، اقا گروه ها زیاد است، اقا اعتقادات زیاد است، اقا نظریات زیاد است، اقا اندیشه ها زیاد است، ما ایران ماندیم کدام از این اختیار بکنیم. علت ایرانی با خواندن امی خصایص عقیده اسلامی این مشکل حل میشه. چه قسم؟ اول ما مقدمتا میفهمیم که رسول اکرم صلی الله علیه و گفته که در آخر زمان امت ما به 70 و چند گروه تقسیم میشن. ببینین یک نقطه دقیق اینجا که یکی کفر است، امت کفر است. خلاص اونا خب با تقسیم بندی های زیاد خود هستن، لکن اینجا گپ سر امت اسلام است، کسایی که کلمه میخورن. گفته اینا به 70 و چند گروه طایفه تقسیم میشن. اینالی 70 و چند طایفه که اینا تقسیم میشن، باز خود رسول اکرم صلی الله علیه و خبر میده که همین 70 و چند گروهی که اینا تقسیم میشن کلی از اینا در آتش دوزخ هستن. خدا امت پیغمبر میگیره، خدا پیرو قرآن میگیره، خدا پیرو سنت میگیره، خدا پیرو دین میگیره، لکن رسول اکرم صلی الله علیه و میگه که کل از اینا در آتش دوزخ هستن به استثنای یک طایفه. و او کدام طایفه است؟ طایفه‌ای که میگم من به او هستم و اصحاب من هستن. این حاله ما وقتی که گروه های اسلامی را، طریقه هایی که مثلا میگه ما اسلامی هستیم، تنظیم هایی که میگه ما اسلامی هستیم، احزابی که میگه ما اسلامی هستیم، مذاهبی که میگه ما اسلامی هستیم، حالا ما چطور بتانیم در این عصر یک ملکه یا یک قوت، یک ترازوی داشته باشیم که بفهمیم کدامش خوبتر است، نجات پیدا میکنه که ما امور اختیار بکنیم. این حالا به خاطر هر گروه و هر مذهب و هر روش که شما میخواین او ویژگی هایش بیان میکنه که برادر ما اینی را گرفتیم، ما اینی را گرفتیم، ما اینی را گرفتیم، ما اینی را گرفتیم. باز برات معلوم میشه که آیا ای به حق است یا به باطل و چند فیصد ای به حق است و چند فیصد به باطل است. خصایص عقیده قرآن و سنت که ما میخوانیم، اول ویژگی از چی است؟ سلامتی مصدر یا مرجع هست. ببین از مصدری که ما استفاده میکنیم، ما وقتی که درس عقیده میخوانیم اولین مصدر ما قرآن عظیم شان است. از این خاطر نامش ماندیم که عقیده در قرآن و سنت. اولین مصدر ما، اولین مرجع ما، اولین رفرنس که ما از او استفاده میکنیم قرآن عظیم شان است. آیا قرآن یک مصدر سالم است یا غیر سالم است؟ بر کل امت اسلام معلوم است که اینمی عقیده قرآن عظیم شان محفوظ است. این الله حفظ کرده. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بناء ما به خاطر عقیده بر تو کدام کتاب شعر نمیاریم اینجا نمانیم سر کتاب سر میزم. کدام کتاب داستان نیست. چرا وقتی که شعر میخوانیم اکثرا کتابای شعر ببینی این کتاب شعر با او کتاب شعر دیگه تفاوت داره، دست خورده، تغییرات آمده.
پس مصدر ما در عقیده قرآن عظیم الشان است، کتاب دیگه نیست. پس اولین دلیلی است که سلامتی مصدر یا مرجعی است که ما از او عقیده خود میگیریم. ما به خاطر از اینکه بفهمیم عقیده ما درست است یا نادرست است، قرآن صفحه میزنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله، ما پناه به الله میگیرم. پس در کلمه اعوذ بالله ما میتونیم که 2 ساعت بحث بکنیم تنها در کلمه اعوذ بالله. چرا در آغاز قرآن اعوذ بالله هست؟ به خاطر که مشکل تمام بشریت در اعوذ بالله هست. یا انسان پناه میگیره خودش، یا پناه میگیریم به الله، یا پناه میگیرن به غیر الله. اینا پناه گرفتن به الله و پناه گرفتن به غیر الله در یک کلمه. وقتی پناه به الله میگیریم بگیم اعوذ بالله. بنان پناه گرفتن به جبریل مخالف اعوذ بالله هست. پناه گرفتن به ملائکه چرا اعوذ بالله نشد، اعوذ بالملائکه شد؟ پس این مخالف اعوذ بالله شد. پناه گرفتن به پیغمبر مخالف اعوذ بالله هست، چرا که اعوذ بالله میگه من پناه به الله میگیرم، اونجا تو در زبان میگی که اعوذ بالله پناه گرفتی به پیغمبر، گفتی یا محمد، یا عیسی، یا موسی. سعی پناه به کی شد؟ به الله نشد. اگر یا الله بگویی، اللهم بگویی، پناه به الله شد. این وقتی گفتی یا عیسی، یا محمد، یا حسن، یا علی، یا حسین، یا ابوبکر، یا عمر، یا پیر، یا فلان. پس ببینید کل مشکل جهان که امت اسلام به چند گروه تقسیم میشه، کلش در دوزخ میره، از کلمه اعوذ بالله معلوم میشه. در مشکلت به کی پناه میبری؟ اعوذ بالله میگی یا اعوذ بغیر الله؟ پس بکنین فقط اعوذ بالله پناه به الله میگیریم. اعوذ بغیر الله، غیر الله کی است؟ ملائکه غیر الله هست، پیغمبر غیر الله هست، قبر غیر الله هست، بت غیر الله هست، حیوانات غیر الله هستند، نباتات، مایات، جامدات، هر چیزی که به او تو پناه میبری، جن، شیطان، کلش غیر الله هستن. پس تقسیم بندی شد در یک کلمه قرآن که اعوذ بالله ما پناه میگیرم به الله. پس کسی که عقیده امی کلمه اعوذ بالله را بفهمی معنایشه، هیچ وقت تو بغیر از الله به کسی دیگه پناه نمیبری، هیچ وقت جرأت حاصل نمیکنی. یعنی گیریم که ملائکه بسیار شخص خوب است، جبریل علیه السلام معصوم است، از نور پیدا شده، مقرب از جمله ملائکه مقربین به بارگاه الله هست. لکن اگر معنای اعوذ بالله را بفهمیم، به این ملائکه ما پناه نمیبریم، چون ملائکه غیر الله هست، به او پناه برده نمیشه. پناه به کی میبره؟ خود ملائکه به الله پناه میبره. یعنی کسایی که مثلا یا خودش پناه میبره یا تعویض که دیگار پناه میده، او از هم اعوذ گرفته شده. خود تعویض دادن بزال است. بسیاری یعنی تعویض نوشته را زل کنین، چون بی سواد است، تعویض بزوات نوشته میکنه، در حالی که اصلش بیچاره خودش نمیفهمه، خودش کافر شده، بیدین شده و دیگران را هم کافر و بیدین میسازه. چون در تعویض خود کسی که پیشش میره او را به غیر الله پناه میده. اعوذ بالله نمیگه که اعیذک، پیغمبر سمیف اعیذک بکلمات الله تامه. این پیغمبر نواسای خود حسن و حسین و یا دیگر افرادی که می بود، خودش اعوذ بالله میگفت، دیگر هم به الله پناه میداد، به کلمات الله پناه میداد، به قرآن پناه میداد. آلی این تعویضگر و جادوگر کی در تعویض خود نام الله را نوشته میکنم؟ شما ببینید تعویض هر جا که یافتین پیدا بکنین، در تعویضش نوشته است یا جبریل وقتی که شد به غیر الله پناه داده شد، یا میکائیل، یا محمد، یا عیسی، یا موسی، یا شرطتوس، باز نامای شیطانی را نوشته میکنه. این حالا چی شد؟ اولین مشکلشان در کلمه اعوذ بالله هست. و اگر کسی معنای اعوذ بالله را
عقیده خود از قرآن عظیم شان گرفت، دمی کلمه اول کل مشکل انسان حل میشه. دمی اعوذ بالله کل مشکلات حل میشه و زبانت بغیر از پناه به الله و کس دیگه پناه نمیبری. مشکل داشتم یا الله، پیغمبران میگن اللهم. اللهم چی معنا میده؟ اللهم ایده میگن میم عوض یا در آخر آمده است. اصلش یا الله هست، باز عربایی را اللهم میگن. پس یا الله و یا اللهم یک معناست. شما کل دعاهای پیغمبران را عقیدتان از قرآن بگیرین، کل دعاهای پیغمبران را سائل کنین. ما متاسفانه میریم دعاهای دیگر را دلیل میگیریم. اکثر ما که مشکل ما پیدا میشه، او کسی که جر بحث میکنه نمیگه قرآن بانه که بیاین که دعا را از قرآن بگیریم، میگه نه دعای فلانی شیخ، دعای فلانی آن او شیخ یا او فلانی را من چی کنم؟ عقیده خو اینه، کتاب عقیده که الله را حفظ کرده و بر ما روان کرده. در این کتاب ببین که آیا کدام پیغمبری بغیر از اللهم یا کدام دعای بغیر از این هست؟ اللهم و یا ربنا، پروردگار ما. المشکل ما در این نقطه هست و مشکل اکثریت مردم که 70 چند گروه میشه و کلش داتش دوزخ میره به خاطر از اینکه قرآن در طاق بلند اونجا سر دروازه خود نصب کرده و هیچ وقت قرآن نمیخونه. قرآن کتاب عقیده هست، پیش ما و شما کتاب اسقاط است. قرآن کتاب زندگی هست، ما میگیم نه کتاب مرده ها هست. قرآن کتاب است که در خانه گذاشته شده، اون ما میبریم میگیم نه در زیارت بانی میشه. قرآن کتاب است که باید یک پوش داشته باشه و فوراً باز کنی هر روزه بخوانی، میگیم نه قرآن باید هیچ دست نخورده و همونطور خوب صفا ستره و با خط طلایی نوشته شود و سر دروازه گذاشته شود یا در یک جای بلند گذاشته شود. پس این قرآن به این اسلوبی که ما از قرآن استفاده میکنیم آیا میتونیم هدایت شویم؟ از این خاطر مشکل است. پس خصایص عقیده‌ای که در قرآن سنت ما میگیم، سعی کنین مردمای دیگه نمیگن که عقیده در قرآن، همیشه گپشان بزنی به یک شخص او را راجع میسازن. عقیده احمد، عقیده محمود، عقیده بریلوی، عقیده. لکن سلامت عقیده از این معلوم میشه که ما بگیم که عقیده در قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس وقتی که میگیم عقیده در قرآن عظیم الشان، مرجعش قرآن است و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید این دو مصدر سالم هستند، دیگه مصادر خرابی داره. چرا؟ مصدر اول که قرآن عظیم الشان است، ایره کی تایید کرده؟ ایره الله سبحانه و تعالی افزش تایید کرده و گفته انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن نازل کردیم و ما او را حفظ میکنیم. و در زبان عربی فکرتان باشه که بعضی کسایی که بیدین هستن احیانا تشویش برتان ایجاد میکنه. در زبان عربی یکی مسئله است که الله در عقیده صحبت میکنه، قل هو الله ضمیر مفرد میه. اما وقتی که از عظمت و بزرگی خود صحبت میکنه میگه انا، نمیگه که انی انا من، میگه انا. چرا انا میگه؟ به خاطر ازی که اگر نامه های پادشاه های قدیم هارون رشید هم بخواین، هارون رشید نمیگه که انی انا هارون رشید، میگه انا هارون رشید. به خاطر ازی که این اسلوب عظمت میگه بزرگی، یک کس میخواد بزرگی خود برای جانب مقابل نشان بده، ضمیر جمع استعمال میکنه. مثل ما و شما در فارسی برای مادر خود نمیگیم تو، میگیم شما. مادر خود یکی است. چرا شما گفتی؟ شما خود ضمیر جمع است. یک خارجی سرت انتقاد کنه برش میگی برادر ما از نگاه ادب برای استاد خود تو نمیگیم، شما میگیم، در حالی که یک شخص است. این حال شاگردی که برای استاد خود والا تو گفتی تو گفتی، اما اعضای مجلس حتی استاد میفهم والا می شاگرد ما بسیار بیادب است، گپ زدن خود یاد نداره، تو استعمال میکنه. متوجه باشین کسایی که مشکلات ادبی در الفاظ دارن، برای بزرگای خود، برای والدین خود، برای استاد خود، برای یک ریش سفید بزرگ تو استعمال میکنن. کاکا تو دیروز تو نگفتی؟ استاد تو دیروز تو گفتی؟ از همین تو گفتنش میفهمی که بیچاره مشکل اخلاقی و ادبی داره. پس در قرآن عظیم الشان هم عظمت رو اسلوب عظمت، اسلوب تعظیم میگن، اصطلاح ادبی هست.
که به خاطر بیان کردن عظمت خود الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ انا ما ذات با عظمت که تمام کائنات تحت تصرف ماست، از ملائکه گرفته و تا جنت و تا دوزخ و تا شیطان کلش زیر قبضه ماست، خدا شور داده نمیتونه. ما این قرآن نازل کردیم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بس این مصدر محفوظ است، اما بغیر از قرآن هیچ کتاب دیگه محفوظ نیست. دست خوردن، غلطی ها دو داخل شده، روایت های دروغ دو داخل شده، پس قرآن محفوظ. دومین مصدری که ما گفتیم او هم پیش ما محفوظ است، احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. در 14 قرن علمای اسلام به خاطر غلبیل کردن احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سعی و تلاش کردن. امروز هم در پوهنتون‌های اسلامی تخصص علم حدیث است تا مرحله دکترا. چرا این تخصص است و چرا علم حدیث خوانده میشه؟ به خاطر که حدیث ما یک وقت میخواندیم حدیثم. سال اولی که ما علم حدیث خواندیم در یکی از پوهنتون‌های خارج از کشور، استادی که حدیث برای ما تشریح میکرد استاد ما بود که این یک شهادتنامه در علم حدیث داشت و یک شهادتنامه در انجینیری پترول داشت. شهادتنامه حدیث خود از کشور عربی گرفته بود و شهادتنامه خود در پترول، انجینیری پترول که همین چه قسم استخراج میشه معدن پترول، این از انگلستان گرفته بود. این وقتی که در صنف ما آمد، اولین درسی که ای بر ما داد یک مقایسه کرد بین پترول و بین حدیث. او گفت من در انگلستان چند سال تحصیل کردم، مسلمان و از عرب بود. از یک طرف در تکنولوژی شهادتنامه داره. چرا مسلمان؟ ما همیشه میره تایید کردیم که جوانای مسلمان اگر واقعا اسلام میخواین که پیروی بکنین باید به دو خط حرکت کنین، مثل خط ریل، خط اسلام و خط تکنولوژی. به مو اندازه که در اسلام پیش باشی، امو اندازه باید در تکنولوژی پیش رفته باشی. امروز عالمی که مکتب شامله در کامپیوتر نداره و اگر رشتهش حدیث باشه، تخصص داشته باشه، او خوانده. اما دیگه علما یا دیگه دعوتگرای مثل ما که رشته ما حدیث نیست، چطور میتونیم که مثلا حدیث صحیح از حدیث ناصحیح پیدا بکنیم؟ اگر در کامپیوتر ما مکتب شامله باشه و یک کلمه حدیث بدیم، فوراً برای ما احادیث و علما خدمت کردن و بیان میکنه که حدیث صحیح هست، یه حدیث ضعیف است. خب استاد احمد دسم روز اول برای ما تشریح کرد، گفت من انجینیر پترول هستم و در پالیازی متخصص علم حدیث است. گفت شاید بر شما سوال پیدا شود که چی ارتباط است بین پترول و بین حدیث و چرا جمع کردی بین دو رشته؟ گفت حدیث هم از یک معدن گرفته میشه و پترول هم از یک معدن گرفته میشه. تیل وقتی که از معدن خارج میشه ضرورت به تصفیه داره و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله هم که در کتابا آمده ضرورت به تصفیه داره. گفت ما تیل تصفیه میکنیم، در ماشین میپرتیم، بالاخره از این تقسیم بندی میکنیم، بالاخره گفت از این تیل یک جور میشه، پترول ساخته میشه، از این دیزل ساخته میشه و بالاخره از این آخرین مرحلهش قیر میمانه. آخرین مرحلهش قیر میمانه. پس او تیلی که تهیه است و برای طیاره استفاده میشه، صافترین، پاکترین، خوبترین، بهترین تیل به نزد متخصصی که ماستری و دکترا داره در پترول انجینیرینگ.
عین مرحله سر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم تطبیق میشه. احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برش نسبت داده شده از عدد ریگ‌های صحرا بیشتر است، لکن این تصفیه کاری نیاز داره از نگاه متن و از نگاه سند. متن چی رو میگه، سند چی رو میگه. 14 قرن است علما سر متن و سند حدیث تحقیق کرده میرن. چرا کتاب صحیح البخاری بهترین کتاب بعد از قرآن عظیم الشان است؟ بس احادیث زیاد است، لکن بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و وفات کرد، رحلت کرد، صحابه کرام بودن، بعد از پیغمبر صلی الله علیه و ابن سبا یهودی هم آمد. بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبرای دروغی هم پیدا شدن که ادعای نبوت کردن. مسیلمه کذاب، اسود عنسی، یک زن به نام سجاح، طلیحه. هنوز جسد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاک سپرده نشده که فوراً از قریه های مختلف برآمدن که یکی گفت ما پیغمبر هستم، او دیگه گفت ما پیغمبر هستم، او دیگه گفت ما پیغمبر هستم. و ای از منافقین از یک طرف، مدعیان نبوت از طرف دیگر، پیروان ابن سبا یهودی که یهود است میخواست مثل که پیروای عیسی علیه السلام، شاول ترتوسی یا پالس که امروز در بایبل بخورین، رساله های پالس است که خیس ادعای پیغمبری کرد و عیسی علیه السلام بچه خدا گفت. عین ادعا را ابن سبا یهودی کرد، لکن سر پیغمبر نکرد، سر حضرت علی کرد. ابن سبا یهودی گفت که پیغمبر چیز کرده نمیتونه، چون در قرآن پیغمبر مستقیما گفته شده که پیغمبر بنده خدا هست، نمیتونست. و بیا حضرت علی را پیش کو. و بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیس ابن سبا یهودی عین برنامه که پالس شاول ترتوسی سر از او داشت را کریستیان ساخت، گفت ما هم میخوایم مسلمان ها را اینمی قسم کریستیان مخلوق پرست بسازیم. ابن سبا یهودی هم آمد و عقیده را به نام الوهیت علی که علی خدا هست، ابن سبا یهودی جور کرد. به هر صورت این موجودیت این گروه ها و بالاخره تقسیم بندی های سیاسی که در او اثر شد، اختلافات سیاسی که ایجاد شد و با مداخله دشمنای اسلام، مذاهبی که ایجاد شد، بعضی از مذاهب تعصبی، بعضی از فرقه ها متعصبانه، یک تعداد از احادیث دروغی زیاد، سخنای زیاد، اقوال زیاد بر پیغمبر نسبت داده شد به خاطر دفاع از مذهب و مسلک و رشته خود. لکن علمای اسلام آمدن و مثل که تیل و انجینیر پترول، انجینیر احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تصفیه میکرد، متنش میخوان و با قرآن مقایسه میکرد و سند از اون میخوان و اشخاصی که در اینجا هست فلان از فلان ان فلان ان فلان، سر هر شخص یک کتاب نوشته کرد که فلانی شخص دروغگوی است، حدیثش قابل اعتبار نیست، فلان کذاب است، بسیار دروغگوی است، حدیثی که نام از او در متنش در سندش باشه او را قبول نکنه. و به این شکل امروز اگر تو من حیث مسلمان غیر متعصب باشی، حتی شما خفه نشین، ما و شما احناف هم بعضی از متعصبین ما و شما احادیث را ساختن. امیال هم در بین بسیاری مردم است که ابو حنیفه سراج امتی و این حدیث دروغ است، کذب از بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و یکی از علمای بزرگ احناف که ملا علی قاری رحمه الله برش میگه که سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم امیر متعصبین احناف دروغ بستن. بعضی ازشان گفتن که سیخرج فی آخر الزمن، سبحان الله، خداوند آدم از تعصب نگاه کنه به کفر میکشن. گفت در آخر زمان یک کسی خارج میشه که هو اشد علی الله من ابلیس، که او از بالای خداوند از ابلیس هم که بدتر است، اسمه محمد ابن ادریس. محمد ابن ادریس شافعی رحمت الله علیه
این مذهب دیگه از ابلیس هم که بدتر چی کردن؟ معرفی کردن. مثل که امروز بسیاری وقتا شیخ اسامه ابن لادن رحمه الله را بسیاری کسان میگن که والله این از کفر هم کده بدتر است. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را بسیاری کسان میگن که اوه محمد ابن عبدالوهاب این از یهود هم کده بدتر است. و اختلافاتشان به می هست. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه تعصب است. 3 مشکلی که 4 مشکلی که تا در افغانستان حل نشه ما مردم اصلاح نمیشه. فقر است، جمع جهل، جمع تعصب. و در افغانستان این قسم مردم ها بسیار زیاد. از قرآن خبر نداره، از احادیث خبر نداره، از ساینس خبر نداره، از تکنولوژی خبر نداره، از حوادث دنیا خبر نداره. جهل است. خب پخته جهل حکم فرماست. این جاهل قبول نمیکنه ما جاهل هستم. در پالش فقیر هم است. حضرت علی صاحب چی میگه؟ لو کان الفقر رجلا لقتلته. اگر فقر یک شخص می بود ما او را میکشتم. زیرا فقر است که کلی تو را خم میکنه میری. اکثریت مردم امیاله که به ضد برادر مسلمان خود استاد است. از خاطر چی؟ فقیر است، پیسه برش میده. دوم مشکل ما فقر است. سوم مشکل تعصب است. هر کس در اون راهی که رفته بسیار متعصبانه حرکت میکنه. والله از ابو جهل بدتر یافت میشه کسایی که به نام مسلمان بسیار متعصب است. خب درست است، ما با یک مذهب هستیم. آیا رئیس مذهب ما کاملا معصوم است و یا معصوم نیست؟ آیا کل احادیث حفظ داشت؟ آیا از حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر که 2 وزیر رسول الله صلی الله علیه و آله کل احادیث حفظ نداشتند؟ آیا رئیس مذهب ما از او که بلندتر است؟ آیا معصوم است؟ در بعضی حالات پیغمبر اشتباه میکرد. عبس و تولى ان جاءه الاعمى. لغزش کرد و پس اصلاح شد. و این رئیس مذهب ما هیچ اشتباه نداره؟ اگر گپ زدی کافر است. پس فقر از یک طرف، جهل از طرف دیگه و تعصب از طرف دیگه، این 3 عنصر خطرناک. و وقتی که در یک شخص 3 چیز ای جمع شد و رهبریتشان به دست استعمار بود. باز استعمار از این انسانی که این 3 خصوصیت داره، از این بسیار خوب یک بم جور میکنه که هر لحظه خودش، وطن خدا، مردم خدا و دین خدا از بین میبره و انفجار میده. و این متاسفانه در افغانستان زیاد است. پس دومین مرجعی که سلامتی مصدر گفتیم در عقیده چی است؟ احادیث صحیحه هست. برادر ما همیشه میگیم احادیث صحیحه. از خدا بترس. حدیث پیغمبر تا وقتی که برات ثابت نشده که حدیث صحیح است بر مردم روایت نکن، قصه نکن. نگو که پیغمبر صلی الله علیه و آله تو گفته. والله پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته که یوم البتر. در کجا پیغمبر گفته یومش عربی، بعدش انگلیش و ترش هم فارسی. آیا پیغمبر همین قسم میگفت یوم البتر؟ اکثرا در مسجدها که ببینید الان 60 سال عمر خودش در اسلام سفید کردن و پیغمبر صلی الله علیه و آله چی میگه؟ من کذب علی متعمدا، کسی که قصدن سر ما دروغ میپیونده، صحیح بخاری است نمیخوانه، صحیح مسلم است نمیخوانه، کتابایی که علما نوشته کردن گفتن که حدیث صحیح است یا صحیح نیست اینو نمیخوانه، فقط در هر جای یک حدیث اگر یک عنوان برش یک گپ زد فقط نسبت میده برای پیغمبر، لولاک لما خلقت الافلاک، و خیز زده میره و دو زده میره و دشنام زده میره، احادیث دروغین و موضوع و ضعیفه در بین مردم رواج کرده میره. یک ذره وقت نمیده که بیا ببینه که همین حدیث علما چی گفتن دربارش، همین متخصصین مسلکی. سعی میره قیره در تیاره میپرده. قیره از اون معدن برآمده لکن قیر است، غلط است، سیاه است. اینا تو قیره بگی برو در تیاره پر کن. تیاره حرکت میکنه، تیاره حرکت کرده نمیتونه و اگر حرکت کرد سقوط میکنه و کل ماشینش
و دین امروز که در وطن ما شما خراب میشه از دست مردمای جاهل، فقیر، متعصب. در اکثر مجالسی که ما شیشتیم که همی پشت اسقاط میگردن و پشت تاویز میگردن، والله نهایتش علم نبوده، نهایتش چون فقیر است 500 از اسقاط در جیبش میره، چون فقیر است تاویز میده، خود در شرک خودم مبتلا میکنه جان مقابله به خاطر پیسه. و چون جاهل است نمیفهمه که مشرک میشه، و چون متعصب است نمیخواد که حق بفهمه. تعصبش اجازه نمیتش که بیا یک 5 دقیقه اینجا گپ حق بشنوه. خیر است بشنو، بس قناعت اگر حاصل نشد مشکل نیست، حداقل بشنو. تو گوششتی اونجا در مقابل امو جاهلی که بی سواد است، او برای تو دین نشان داد، غلط نشان داد، حداقل اینجا هم بشی باز یک محاسبه بکن که والا آنچه که این میگه و آنچه که او میگه حداقل الله برات عقل دادن. افلا تعقلون، چرا از عقلتان استفاده نمیکنین؟ افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمیکنین؟ پس یکی از ویژگی های عقیده در قرآن و سنت که ما درس میتیم وی است که سلامتی مصدر یا مرجع است. مصدر ما قرآن است، نام شخص دیگه نیست، و مرجع دیگه ما احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و آله است. تا وقتی که پیش ما حدیث صحیح که او را علمای حدیث تایید نکرده باشه ما در کتاب خود داخلش نمیکنیم. و حتی 2 نفر ما امیال در دفتر وظیفه دادیم، گفتیم که وقتی کتاب ما میدیم شما اصلاح کنین، باید حدیثی که اگر دیدین که در او یک علامت استفهام است یا ضعیف است یا نادرست است یا چیز است، فوراً بر ما بگین که استاد این حدیث در کتاب غلط داخل کردید تا که ما او رو اصلاح بسازم، که اگر از پیشم تیر شد. و کوشش میکنم که تیر نشه. و همیشه وقتی که در کتاب خود یک حدیث داخل میکنم میگم فلانی حسنه فلان، صححه فلان، شیخ فلان البانی گفته که حدیث صحیح است، امام بخاری این روایت کرده، بنابراین صحیح البخاری کتاب صحیح است، صحیح مسلم این روایت کرده. اما تو نمیگیم که والله بخیزیم میگیم که برادر این مذهب ما بسیار خوب مذهب است، ابو حنیفه سراج امتی، پیغمبر خدا گفته که ابو حنیفه، از این خاطر من حنفی هستم. در کجا پیغمبر خدا گفته که ابو حنیفه سراج امتی؟ و پیغمبر تو نگفته، پیغمبر گفته که من کذب علی متعمدا، کسی که قصدن سر ما دروغ بگه فلیتبوع مقعده من النار، جایگاه خدا در آتش دوزخ آماده بسازه. پس آل ما چی رو بگیریم؟ آیا قول خوب فکرتان نمیگیریم؟ آیا قول او عالم قبول بکنیم که آیت قرآن برای ما بیان میکنه بدون تعصب و مسلکی و میخوانه و میفهمه، و حدیث رسول الله صلی الله علیه و صحیحش بیان کرده برای ما میفهمه و مرجع میده؟ و یا بخیزیم قصه های هر کسی را بخیزیم شروع بکنیم که یک روز یک تا سنگ تراش بودم، سنگ تراش خانگک جور کردم، موسی خانه از او را خراب کردم، دل از او از اسلام سیاه کردم، باز خدا رفت موسی در کوه طور، باز موسی علیه السلام خداوند گفت من پیغمبری تو را میگیرم. یعنی اگه پیغمبری موسی علیه السلام بگه قرآن باید کلش تغییر بده خداوند، چون قرآن پیش از خلقت آدم علیه السلام در لوح محفوظ نوشته هست. و الله سبحانه و تعالی میگه که الله برمیگزینه از بین افراد جامعه شخصیت های بسیار عالی و پاک به پیغمبری. یعنی این قصه توهین به الله، توهین به رسول الله، توهین به پیغمبر اولوالعزم موسی علیه السلام مرجعش هم معلوم نیست. و ما قصه کرده میریم در مجلس است تینگ 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 گریان میکنیم. یعنی ما فقط این دینداری ما چی است؟ 4 تا گریان دروغ و یکی است. نه برادر، اسلام با گریان تو ضرورت نداره. گریانه که در مقابل مردم باشه سعی کنیم. 7 رسول الله چی میگه؟ میگه 7 طایفه مردم است که یظلهم الله فی ظله، الله اینا را در زیر سایه عرش خود در روز قیامت حفظ میکنه. یک طایفه از یک طایفش، من کلش نمیگم براتون چون نمیخوایم از موضوع برایم. یک طایفه از میگه یک نفر الله را در تنهایی یاد کرد که تو باشی و الله باش.
اونجا باز میگه که چشماش اشک آلود شد. اونو قطره اشک تو را در زیر سایه عرش الله در روز قیامت نگاه میکنه که تنها باشی از ترس الله گناهی تا به یادت بیاری گریه کنی. به هر صورت فهمیدیم اولین ویژگی عقیده قرآن و سنت چی است؟ سلامتیه. اما دگاهی که است مصدرش چی نیست؟ سالم نیست. یا مصدرش فلسفه است از گپ افلاطون بگیره. آیا افلاطون بیچاره مو را گفته یا نگفته؟ یا مصدرش تو قرائت است. به هر صورت این اول است. دومش اعتماد این عقیده به قرآن و سنت است. مصدرش دومش اعتمادش. ما سر دیگه چیز اعتماد نمیکنیم. ما فقط عقیده خود از قرآن عظیم‌الشان و از سنت صحیحه رسول الله صلی الله علیه و فهمی این اعتماد میکنیم. علما میگن که برادر آخری امت جور نمیشه مگر به آنچه که اولی امت جور شد. اول امت به نظریات افلاطون و ژان ژاک روسو و سقراط و از یا جور شد یا به قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و قرآن عظیم شد و سنت صحیح. عقیده صاف پاک اسلامی در قرآن و سنت است. ببینید دریای کابل سرچشمهش از کوههای پغمان است نیست؟ صحیح است نه؟ تو با خدا یک روز دموتر بشی که دو سه تان دیوالایت صحیح است؟ خدا توفیق بده که مرام کتت ببری. اینا رسید برو در پغمان دمو سرچشمه کافره کتت ببر تو رو والله کافره. مسلمان خود چی میکنی؟ اشتک خود چی میکنی؟ کافره ببر و از دمو سرچشمه برش یک گلاس آب بده. برات میگه برادر اگر این آب در فرانسه هم یاد شود ما نیازی به آب معدنی نداریم. این آب معدنی صاف و پاک و صحیح. اما همین آب بیچاره که سای برکت کرد این مردم افغانستان این مردم کابل این مردم صاحب دیگه صاحب گندنای خود دی میشه دیگه صاحب کراچی مولی سرخک و ترکاری رو دی داخل کردن دیگه صاحب کثافات خانه رو صاحب در دریا میپرد. در پیش پل خشتی پل محمود خان برو اشتک تا یک گلاسه از اونجا بده اشتک سرت خنده میکنه میگم سر مرش خند میزنی یه به خوردن است. دین عین گپ ما ساختیم در افغانستان. دینی که در مکه مکرمه و مدینه منوره توسط رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تبلیغ شدن. والله که سعی کنی خوشت میاد. یک نفر مسلمان پاک ابوبکر صدیق یک تجار حضرت عثمان غنی یک مسلمان غنی قوی یک جوان شجاع حضرت علی رضی الله عنه یک جوان زیبا مصعب ابن عمیر یک فارسی سلمان فارسی یک افریقایی بلال حبشی یک اروپایی صهیب رومی صحابیا با هم میشینن از یک معلم پاک با اخلاق با دیانت با تقوا کلماتی از قرآن میشنون و کلمات از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله میخونن. در این مجلس کافر میآید داخل میشه آب پاک است زلال است صاف است. کافر میآید و پیشویشان استاد میشه برشان میگه که برادران من کافر هستم برای من تلقین کنین بگوین که من مسلمان شدم. سرسخت‌ترین کافر مسلمان میشه. آب پاک چیست؟ اما وقتی که تا این افغانستان رسید ما چی کردیم؟
رواجهای قوم پشتون هم در چی داخل کردیم؟ در اسلام. تویانه را دختر خدا میفروشیم به نام مهر اسلامی. قرآن میگه قصاص، ما میگیم نه، 3 دختر بد میگیریم، ایران در اسلام داخل کردیم. مردم تاجیک صاحب که آمدن سمنک خودم در اسلام داخل کردن، شعله شیرین هم در اسلام داخل کردن. گدایی و اسقاط خوردی و فقر خدا، عثمان غنی اینجا صاحب مولوی صاحب گدایگر شیشته در دوره اسقاط. الله عزت دادش در مسند پیغمبر شیشته. پیغمبر میگه ید العلیا، دست بلند بلند است، تو برخ نگاه خیرات بده. این قرار صاحب گرداش پد دست شیشته بازی میخیزه برای ما اسلام تشریح میکنه و تمام روز جنگش سر چی هست؟ سر اینه میست که اسقاط بخوریم یا نخوریم، شوله بخوریم یا نخوریم، الوا بخوریم یا نخوریم. این حال وقتی که یک خارجی میاد یک سیل میکنه که سبحان الله این ظالم مردم پدر از او فوت کرد، عوضی که یا بر از او کمک بکنن 200 نفر رفتن خانهش تباه کردن. به نام اسقاط پیسهش کلش صاحب در جیبای از او رفت. به نام خیرات چیزی که خان و ملک و وزیر و رئیس از کلش صاحب چاشتکی نان خوردن. به نام روزسه شاکوکو و گلکوکو تا یک هفته خانه رو اعلان نمیتر، تا که اونو مردکر الماریایش نپاله و یک 16 پولی هم در خانهش مانده تا که بیخ از او رو نکنه. روز هفتم که شد مردکر میگه پدر خو رفت، زمین هم رفت، بیرد غرق است و لاله. این دین کافر ببینه مسلمان میشه؟ سوتا چوبم داخل کردیم در اسلام، توخ تکی زری مجوسی ها را که سر قبرها میپرته ایران داخل کردیم، برکت. چیزی که کثافات است، چیزی که خرافات است داخل کردیمش. از دین چی جور کردیم؟ آب دریای کابل در پل محمود خان. اگر دین با لباس صافش از در قرآن عظیم شان و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر کافر بگوی، کافر کلمه میخوانه. لکن ما او تو نه تنها خود ما مسلمان نشدیم، حتی مانع شدیم که کافرم وقتی که ما را میبینه دلش از اسلام سیاه میشه. این مشکل ما چی است؟ مشکلی است اعتماد به رواج، به کلتور صاحب رواج ماست، صاحب فرهنگ ماست. سومی خاصیت عقیده اسلامی در چی هست؟ تسلیمی به نصوص قرآن و سنت است. تسلیمی اولش فکرتان باشه باید سلامتی مصدر بود، دومش اعتماد بود، سومش تسلیمی هست. وقتی که ما عقیده قرآن و سنت هم میخونیم فقط به قرآن عظیم الشان و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و تسلیم هستیم. لکن بسیاری کسای دیگر شما ببین آیا همین 3 چیز داره؟ آیا تسلیم میشه به حدیث رسول الله صلی الله علیه و آیا به آیت قرآن تسلیم میشه؟ یک نفر از ابوبکر صدیق داش نام میده انا لله و انا الیه راجعون. عمر فاروق داش نام میده، لعنت میگه. صاحب لنگی چی میگه و چپن چی میگه و عبا چی میگه و قبا چی میگه؟ برش میگه مو برادر یکمه که از خدا بترس، آیت قرآن بخوان. کدام آیت قرآن؟ این قرآن است. به ایمان داری؟ ایمان دارم. تحت شجره چی مانا؟ زیر درخت بیعت رضوان. چند نفر بودن؟ 1400 نفر. در 1400 کی بود؟ ابوبکر صدیق بود؟ نبود. عمر فاروق بود؟ نبود. 1400 مهاجرین انصار. حالا اینجا الله درباره از چی گفته؟ عن المؤمنین گفته یا عن الکافرین؟ عن المؤمنین. پس قرآن میگه مؤمن بودن. تو سر یک مؤمن لعنت میگی؟ تعصبش اجازه نمیده تسلیم شه. الله میگه لقد رضی الله یقینا، لام و قد، یقینا و یقینا که الله خودش لازمه. الله از پیشش راضی است و مؤمن هم گفته ما تو را چی؟ نه بابایی ترس، نه بابایی ترس، نه بابایی ترس. آخر گفتیم برادر برو خداوند هدایتت کنه. پس سومی مسئله چی است؟ چی است؟ تسلیمی به نصوص قرآن و سنت. تا که به قرآن
آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و تسلیم نشی، تو عقیده در قرآن و سنت رو میگه. چهارم خاصیتش موافقت این عقیده با فطرت و عقل سلیم. موافقتش با فطرت و عقل سلیم. فطرت سالم انسانی وحدانیت الله را تایید میکنه و عقل سالم این تایید میکنه. من یک نفر دیدم، یک رئیس یک مؤسسه بود. یک روز یکی از دوستا، یک محصل ما در پانزه حقوق صنف 4 درس داشت. یک محصل مرا گفت استاد میمان ما شوین. من گفتم والا من میمان محصل نمیشم. چرا؟ من گفتم این محصل این که است میمان شوی در رشوت حساب میشه. چرا وقتی فارغ میشی باز میمانی نمیکنی؟ باز که فارغ شو ورق یک گلاس آب برات بده. دوادی که محصل است میمانی. من گفتم من نمیرم. گفت نه استاد منظور من دیگه میمانی اونطور نیست. من یک هدف اسلامی دارم براتون میگم. خب بگو. گفت یک رئیس یکی از مؤسسات است، از هلند، از کجاست؟ هم کشورش گفت خادم کشورهای اروپایی بود والله اعلم. گفت این صاحب آمده و این مرد که سر اسلام تحقیق میکنه، میخواد که مسلمان شوه یا میخواد که اسلام بفهمه. از ما تقاضا کرد که یک کسر بر من بیار که گفت شرط اولش چیست؟ من گفتم پیشانی مشه کره چمه تو پاک و صاف. دوم شرطش چی است که این کسی باشه که برای من معقولانه است، قرآن گپ بزنه، نظریات شخصی خدا صحیح. سوم است که یک مقدار انگلیسی بفهمه که مرا تشریح کنه یکم انگلیسی و شما هم کد شد همکاری. گفت بالاخره صاحب استاد اگر شما بیاین که ما چیز گفتم خب صحیح. گفته که من در خانه استادم نمیرم و خودم در خانهش نمیم، رو هم در خانه خود نمیخوایم. گفت بالاخره جای سومی خانه ما هست اینجا نه خوب است. خب بالاخره سه من رفتم خانه از این مرد که سعی کنیم فطرت سالم انسانی و عقل سلیمه. برای من گفت استاد اولی نقطه شمی بود. گفت که من از پیش تو یک خواهش دارم، برای من درباره وجود خداوند، دلایل وجود خداوند چیز نگو. چرا؟ گفت وقتی که من در ساینس و تکنولوژی خواندم، عقل خود در کار انداختم، گفت عقل من برای من گفت که این جهان بزرگ و این جهان بزرگ یعنی طبیعت و این جهان کوچک انسان این خالقی داره. بنابراین من عقیده دارم که این جهان خالقی داره و هیچ روزی من از وجود خالق منکر نشدیم. این در فطرت من نهفته هست. اوکی. هنوز گفتم رای ما را آسان کرد. از استادگاه اول چی شدیم؟ تیر شدیم. استادگاه دوم گفت برای من درباره وحدانیت، چون ما وقتی میبینیم که آفتاب انرژی داره بسیار تیز است ولی برای انسان بسیار ملایم است. موافقت آفتاب با وجود ما، موافقت اکسیژن با وجود ما، موافقت سیب با معده ما، گفت کلش بر ما ثابت ساختن که خالق آفتاب، خالق وجود ما، خالق سیب، خالق اکسیژن ذات یگانه هست. اگر خالق سیب کسی دیگه می بود و خالق معده کسی دیگه می بود، و خالق میگفت من سیب جور میکنم 10 سیب، هر خارم داشته باشه کتا کتا، انسان هیچ خورده نمیتونه. لکن تو سیب با این ظرافت، با این کیفیت و این رو بخو و معده تو بسیار خوبش است، پس معلوم میشه که خالق سیب و خالق معده یکیست. گفت don't talk about this point. گفتم خلاص از استادگاه دومم تیر شد. خیلی مشکل تو چی است؟ گفت مشکل اساسی من یک نقطه است. اگر مرد این نقطه قناعت داده بتونی من مشکلم حل میشه. گفت من
قبلا اول فکر میکردم که عقیده نصرانیت کریستیان ها که هست، فکر میکردم که این عقیده درست است. گفت ما او عقیده را به خاطر ازی بد دیدم و تنفر از او حاصل کردم. چند وقت کلیسا میرفتم که اونا اول مخالفت با عقل میکردن، نان میاره برات تو تگه که مثلث وار یک چیزا کردم میگه چی است، تو خوب میفهمی که نان است، میگه نه این گوشت مسیح است. گیلاس شراب برات میاره واین، میگه من میفهمم this is wine، میگه برام میگه نه this is blood of Jesus Christ it is not wine. میگه من چطور من خود حس دارم، دان دارم، عقل دارم. میگه تو عقل و احساس تو وسو کو باید اینو میره قبول بکنی که شراب که میخوری خونی زاد. میگه من برش گفتم چی دیگر صاحب کشیش صاحب دستش اسپند است، قوطی اسپند علی اسپند بلابند در کلیسا. دیگر صاحب خرافات است، این پنجه مریم است و این مچم فلانی است. گفت مرا خرافات نصرانیت به این عقیده رسان که ما باید نصرانیت دین الله نیست. حالا آمدیم برای من قناعت بده که در دین شما همین خرافات ها هست. اگر هست من اسلام قبول ندارم، اگر نیست باز من اسلام قبول میکنم. برای من قناعت بده که این چوبایی که به نام اسلام بالا میشه که جز اسلام نیست. اگر هست من اسلام قبول ندارم. این گرد قبر که میگردین، این که سر قبر شمع روشن میکنی، این که به قبر سجده میکنی، این که به قبر رکوع میکنی، این که شعله میخوری، این که از غریب پیسه را میگیری به نام اسقاط در جیبت میپرتی، مال یتیم میخوری. اگر این مسائل جز اسلام است، اسلام براتون میگم، من اسلام قبول ندارم. اما اگر این چیزا در اسلام است، برای من ثابت کن. این حال بیشی در افغانستان و کسی قناعت بده که این چیز بعد از این ساعتش 3 ساعت بحث کردیم، گفتیم و مردکه 3 ساعت سوال کرد. آخر من گفتم برادر بس بس. گفت من تشنه هستم، بگو 3 ساعت دانی ششته بود منظم و کلمه به کلمه را تو دقیق یادداشت میگرفت و گوش یادم میرفت و خاطر این من ضرورت دارم که باید اسلام گفتم. پس این حال خوبی از عقیده ما شما چی است؟ متصل بودن سند است. 3 شد نه؟ 4 تا. پنجمیش واضح و آشکار است، به این هیچ لبس نیست، واضح و آشکار است. پنجمیش سلامتی است، تناقض است، تناقضات وجود نداره. خدای واحد، پیغمبر، ایمان داشتن به پیغمبران، اخلاق حساب این است. دیگه این عقیده سبب ظهور، نصرت و کامیابی دارین است. این نمی عقیده قرآن و سنت است که پیغمبر گفته که نجاتت میده. دیگه چی است؟ این عقیده پیغمبر است و عقیده صحابه پیغمبر است. از این خاطر اینه میگن عقیده اهل سنت و جماعت. چرا اهل سنت میگن؟ به خاطر که با سنت و روش رسول الله صلی الله علیه و در حرکت است. و جماعت است به خاطر اینکه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کلشان این مت عقیده داشتن و به میره روان هستند. و این عقیده است ان شاء الله عقیده باقی است، ثابت است و مستقر است و جهانی است. عقیده قرآن و سنت در کل دنیا میچله. عقیده شوله و پله و خیرات و گدایی در کل دنیا نمیچله. شاید شوله شیرین در افغانستان بچله، لکن شوله شیرین که از در مثلا در هندوستان یا مثلا کسی در فرانسه، مسلمان فرانسوی به نام شوله شیرین چیزی را نمیشناسه، به نام سمنک چیزی را نمیشناسه. اما وحدانیت الله را، وجود الله را، اسماء و صفات الله را کل از این میشناسه. از این خاطر اینی هست ویژگی های عقیده اسلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.